دو تا ترفند با استفاده از نوتپد میخوام نشون بدم. اول اینکه اصلاح توی فایل که کامپیوتر رو به حرف میندازه. با این روش کامپیوتر یه پیام صوتی عجیب پخش میکنه که میتونی متنش رو خودتون تعیین کنید. من اسکریپت رو اینجا نشونتون میدم، فقط اینجاشو خودتون میتونید تعیین کنید که چی بگه. بعد اینو سیو کنید با پسوند .vds. Hello everybody, I am a robot. Your data has been logged. Your action are monitored. This is not an ordinary message. This is your only warning. دومین ترفندم میخوام یه شاتداون با تایمر بهتون نشون بدم. اینو میتونید نزدیکش کنم. اینو میتونید ثانیه‌اش رو تعیین کنید که بعد 10-20 ثانیه خودش رو خاموش کنه. اینم پسوندش رو .bat میذاریم. من الان نمیخوام کلیک کنم چون ثانیه ندادم، چند بعد 1 ثانیه خاموش میشه. خیلی ممنون، ارادتمند شما. خدا نگهدار.